به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ایسار عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 5 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل واسطه نقلیاتش تمغه مرسدس که در داخل بازار مرکزی به نظارت می ایستاد یک تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 10,000 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 31 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. پرونده جنایتی با مورد 240 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 49 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است. نام برده ماه سپتامبر سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 75,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین پرونده جنایتی با مورد 240 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 42 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است. نام برده ماه نوامبر سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 47 ساله ساکن همین شهر در آمده از او 43,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.